در لتره نوبتیه که بلوگر مشهور اوزرتبور مقیم روسیه حسین حسنوف در اینستاگرام دویر کرد جایزه اساسی ماشین گرانبهای تمغه لامبورگینی ارزشش 30 میلیون روبل نصیب یک کاربر جوان 18 ساله از تاجیکستان با نام امیدجان شد. طبق شرطهای آزمون اشتراکچیان باید در صفحه خود ویدیوهای حسین حسنوف درباره آزمون برای دریافت لامبورگینی و 10 آیفون تلویی را بازنشر کرد. از بین صدها هزار اشتراکچی این نوبت بخت برای امیدجان جوان از تاجیکستان خندید. وقتی بلوگر برای پیروزیش امیدجان را به پخش مستقیم دعوت کرد معلوم شد که او زبان روسی را تماما نمیداند و حتی به سوال عادی حسین حسنوف درباره اینکه آیا آماده است تا برای گرفتن بردش به مسکو بیاید جواب دادن نتوانست. بلوگر هم وقتی فهمید که همصحبتش روسی را نمیفهمد او را دیگر اذیت نداد و از دوستان امیدجان خواست تا به او بفهمونند که او خودش برای امیدجان چپتای پرواز تا مسکو میخرد و از این لحظه به بعد به خطری او را به عهده میگیرد. 30 میلیون روبل پول کم نیست و از این رو من به خطری تو را به گردن خود میگیرم و از دوستانی که در تاجیکستان دارم خواهش میکنم تا تو را نگاهبین کنند، گفت حسن حسینوف. او همچنین خبر داد که میخواهد درباره اینکه امیدجان این 30 میلیون روبل بردش را به چه صرف خواهد کرد یک برنامه ویدیویی علایده تهیه میکند. درباره برنده ماشین لامبورگینی هنوز معلومات زیادی در دست نیست. از مطلب‌های نشر شده در صفحه امیدجان در اینستاگرام برمیاد که او تازه 2 هفته پیش به سن 18 رسیده است و هنوز در مکتب تحصیل میکند. بسیاری ها با اشاره به کمگپی امیدجان در پخش مستقیم هنگام اعلان پیروزیش به او و دیگر جوانان نورسان تاجیک مشورت دادند که حتما زبانهای خارجی را بیاموزند تا حداقل در چنین لحظه‌های خوشبختی خود چیزی گفته بتوانند. در این اواخر امیدجان الکی دومین جوان تاجیک است که در لتره های برگزار کرده بلوگرهای مشهور روس برنده ماشین های گرانبها می شوند. یک ماه پیش یک جوان تاجیک با نام محمد در لتره که بلوگر زاده چچنستان اصحاب تمایف برگزار کرد برنده ماشین رنگش سبز نرخش 8 میلیون روبل یا تقریبا 110,000 دلار شد و بعد چند روز همراه پدرش برای گرفتن بردش به شهر گروزنی پایتخت چچنستان مکان زیست اصحاب تمایف سفر کرد.